حاجی بغلش میزنم هده پشما. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بچه ها من یوسف هستم و خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید دیگه از چنل خودتون. بچه ها امروز قراره بریم یه سنسیویتی اسنایپ بهتون بدیم. بچه ها خیلی خفنه سنسیویتی اسنایپ، سنسیویتیش خداست رفقا. یعنی من الان داخل ویدیو بهتون نشون میدیم، یعنی خداست بچه ها. خب بچه ها دیگه به لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اینستاگرام من بالا سمتشم میاد، دوست داشتید برید فالو کنید. خب رفقا مرسی بابت حمایتاتون، 200 تایی شدیم بچه ها. کد من به زودی میذاریم داخل ویدیو هامون، شما حمایت کنید، دمتون گرم. خب بچه ها بدون معطلی بریم سراغ تماشای ویدیو. خب رفقا الان به رفیقمون بچه ها میگیم اد بده، کاسم تک به تک زده. الان بهش بگیم اد بده. بابا بنازم سنسیویتیش بچه ها فقط برای اسنایپه. بقیه کارا رو تست کنید. الان شما دیزرت الان اینجا تست میکنیم. بچه ها این سنسیویتی اینه که نگاه کنید رفقا، شما نگاه اینجا که بزنید هد، نگاه کنید دیدین حساب کرد. یعنی شما اینجا زدید، یعنی بهش هم نخورده با اینجا، یعنی اینجا که بزنید نگاه کنید رفقا خیلی خفن، نگاه حساب میکنه. یعنی خیلی خفنه بچه ها این سنسیویتی. یعنی شما میتونید بغل انمی هم که بزنید حساب میکنه، میتونید راحت بکشیدش. یعنی بقیه سنسی عادیا شما باید رو کاراکتر بخوره تا حساب بکنه، ولی این سنسیویتی بغلش هم که بخوره حساب میکنه. خیلی خفنه بچه. در ادامه ویدیو سنسیویتی رو بهتون نشون میدم. در ادامه ویدیو رو داشته باشید. سنس رو بهتون نشون میدیم. از همه لحاظ خداست این سنسیویتی رفقا. بابا اوریون نزن جان جدت، اوریون نزن دیوز. سویچ شدایی کارو بگیر. اوکی داداش. بابا خداست بچه ها دیگه این سنسیویتی درجه یک آزی. یعنی بزنید راند بعدی بهتون سنسیویتی نشون میدم. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، دمتون گرم آقا. سویچ هم نرم میشه بچه. اوه نه لاشی وستم خورد، اسنایپ زد. خداست دیگه برای سنسیویتی اسنایپ. سویچ نگاه چقدر نرمه این سویچ. نگاه سویچش نرمه داداش، نباید از این به درسی. داره من آگی عجب سویچی داره بفهم. سویچه بیا داداش بیا اینجا، کجا رفتی تو برا خودت؟ این دیزرت هم میخوره. الان اسنایپ میزنه. خیلی لاشیه.
فشار بخور یتیم زاده آقا برون بر لاشی بابا به به این حال به این سال حاجی عجب چیزی میخوره ناموسن اصلا کلا نگاه آقا اوه حاجی الان چه فوش بده حاجی خدا این سنسیویتی رو این سنسیویتی خدا سنسیویتی خداست رفقا بابا بیا دیگه دلغک کجاست وای نیاد از اینجا بابا این چه سمی بود بابا دلغک زاده باز کن دیگه بابا دلغک بابا نکن دیگه این چجوری داره مثلا دقیقا الان من نمیدونم واقعا اسنایپ حاجی چه سنسی چیدم به قرآن بیا دیگه دلغک زاده رو نگاه کن بخواب بابا سویش نرمه میس نمیده داداش میس نمیده اوریون میزنی ها اوریون میزنی الان یه دونه استایل میزنی یه دیزت میزنی یه استایل چقدر لاشیه نگاه دیزرت حله حلال بخواب بابا خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید بچه دوباره سنس رو براتون میذارم اینا برید سنس رو بزنید لذت ببرید بچه سنس خیلی خفنه بچه برای اسنایپ اصلا کلا تستش هم بکنید خیلی خفنه بچه یعنی اصلا به کاراکترم نخوره بغلش هم بزنید میخوره باگش هم بهتون نشون دادم خیلی خفنه خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه عشق منی تا ویدیو بعدی بدرود